دوستان و عزیزای بیننده سلام عرض می‌کنیم. امیدوارم که هر جایی که هستین خوش و آرام باشید. دوستان و 3 نفر در خانه مانده، سنا و بینا در مکتب رفتن و تا اینکه اونا از مکتب میان و بعد از خیلی مدت ها تصمیم گرفتیم که یک دونه کیک پخته کنیم. کیک داشت پختنیم که مادر آرمین پختن اورا. شما بیننده باشین. مادر آرمین هم بخشش سلام منه و آرمین هم سلام منه. به نام خدا بیننده عزیز سلام. امیدوارم که جور و صحتمند سرحال باشین هر جایی که هستین. دوستای عزیز، بعد از مدت ها دیگه امروز کیک خانگی لازم شده که بلده کیک خانگی پخته کنیم دیگه. حالا امیدوارم که تا آخر برنامه ما رو همراهی کنیم. تا یک سری مواداش قبلا داشتیم، دو دونه قالب آوردیم دیگه، یک کم مواد آوردیم از لوازم قنادی. این مواد پیدا میشه اگر کسی که در ایران باشه دیگه. همین یک کیکی معمولی پخته می‌کنیم که بعضی دوستان گفته بودن که مثلا کیک چخمی پخته میشه. در کامنت ها من دیدم همین سفارش کیک داد که مثلا شما یک دونه کیک پخته کنیم که مو سعی کنیم چخمی پخته میشن. بعضی دوستا پخته کرد دستش خراب شده کیک را، ولی ما دوباره پخته می‌کنیم بعد از یک سال میشه. تا ما در خانه قبلا هم پخته می‌کردیم در ایران همینجی دیگه. امروز میخوایم امو پختگدان خورده، بخش شما امو کیک پختگدان خورده، ولی شما بازم ویدیو بگیریم که بخش شما مرور شنه. دوستایی که مثلا کیک دوست داشته باشه در خانه پخته کنه میتونه از روی ویدیویی که ما کیک پخته می‌کنیم بسیار برایش آسان و ساده دیگه در داخل داشت یک کیک معمولی بسیار متر بازاری لوکس پخته کنه و همراه فامیل خود در هوای سرد نوشجان کنه در خانه. معمولا فصل زمستان هستن دیگه. این موادهای کیک رو میاریم همینجا قاطی می‌کنیم، بعد مبروند داشت بعد از چند مدت که پخته شد دوباره میلیم سخت چونه و دوباره نوشجان کنیم. با ما باشین تا آخر ویدیو. آرمین هم سلام منه بدیشم. سلام. آرمین مکتب این هم ما این مواد این هم یک تشت بسیار وطنی. این هم شیر، این هم بیکینگ پودر، از دور بیکینگ پودر فله‌ای رو داریم نفر خیلی خوب شد. قبلا این بود پاکتی و بوتلی سی می‌بودیم و کیفیت هم کم بود دیگه. همچین باد هم نمی‌کرد که از قنادی ها دور استفاده میشه که گار نمی تو باد بگیریم. خوب دنیا غلبه چلو بودیم خوب. دوستا و عزیزا، ما این مواد رو یک دفعه از نزدیک بلدهش میگیرم. این دیگه که قابل تشریح نیست، روغن است و گفته ایرانی ها همزن است و یعنی دیگهش برس خاشوقه. یعنی اینجا یک دونه قالب دیگه آورده، دو دونه قالب آورده. این قالب هم بخشه، این قالب هم بخشه پیتزای هم بخشه کیک. این قالب این هم برای پیتزای هم برای کیک. این هم از این هم قالبی که ما فعلا میخوایم کیک منش پخته کنیم که روزنامه به قافشه آورد در بغلایشی. اینم شکر، اینم وانیل از این وانیلای طعمی مالته‌ای یا پرتقال میشه میگه. اینم بیکینگ پودر، اینم شیره، اینم آرد، اینم از اینم کشفش لپجک. خب برداشت روشن کن سنشی برداشت روشن کن دوستا. اینم تخم مرغ ما تندرشی کارا را پیش بودیم. در قدم اول برای این زی اندازه قالب داشت دو طرف کشتیم. برای 3 دونه تخم مرغ اینجا گرد کنیم یا 3 دونه تخم مرغ قاطی اینم همزن. ما این مالی کنایی بخوایم که پخته کنیم دیگه همین 0 زیره و ساس یاد گرفتم کلا. این تخم مرغ را خیلی زیاد به هم میزنیم یا قاطی می‌کنیم دیگه. کف گرفتید دیگه یعنی که شده. خب این هم همین داخل از جام شو بگمی شکر اندازش تایم؟ آره کل شو بگنم؟ آره این یک پله شکر شو میشه. اینم شکر دوستا. من اینخوام بگم شما آرمین معلوم میشه؟ آره. کامرمین نده دوربین سر پایک ده. آرمین رفتار کوی ششته که
تصویر تو معلوم میشه یا نمیشه. کنترل. من توش کنترل. تو اینا شاگردی که ما اینجا استادی میکنم. ما کسب موادهای اصلی جو بجانم توی که باید این روغن. کم. بس. یعنی قدر بنده قالب میدیم. اگه ما یک کم نمیگی فوتولیات نبیم. ما بس گفتم. بس نگفتیم. البته روغنش خیلی زیاد شد. باید باید کمک کمتر مینداختیم. یعنی یک لیوان یک پله مثلا اینی قدر روغن باشه. بله اینجی قالب بس. و همین یک پیله مثلا سرخالی باشه یعنی یک قدر خالی باشه بعد اختار یک کمک درمیش میلیم که خالی بچک کنیم اینم خالی به دوستا اینم کاغذ جدا منون یعنی رم این یک زیاد این شیرونم بعد بغلا و کفت خالی برن کاملا چند میزنیم یک کیک امیت اساسی بلش تخنون خیرانش که جایشون خالی امیت اساس هر کس از دوستا که باید دیگر مشکل نداره باید کیک نشیان نه اون در خدمت چه هستن حتی روغن کف از قالیب نباید زیاد چونه چون مگه کیک هسته باید پوف نه خب اینه تا یک اندازه را ما قالیب چند اینم اینجا باشه دوستا یک اینه قالیب و یک اینه قالیب ما فعلا اندهیش بختنیم این قالیب را موردیم هم برای پیتزای فامیلی بدر میکنه هم برای کیک بزرگ باز برای کیک سالگرد گرفتیم مثلا این رختمیم کیک دو طبقه بختنیم انشالله که از اون کیک تزگینی هم یک رو بختنیم او را هم کم کم یاد گرفتیم اینم کاغذ ریشیم تخم مرغ شکر و دیگه روغن این نوبتی وانیلا چطور؟ وانیلا یک سری یک سر پشت دیگه بود این اینجا میزنم این دوستا یه هم شد از کاغذی البته کاغذ روزنامه از این چیز میکنیم دکه گفتیم روزنامه پاک را تاریخی روز رسیم خب اینم از این الان نوبت شیرم شیر یک گلاس دو گلاس یک گلاس شیر و یک گلاس بسنم خب یعنی یک گلاس شیر دو گلاس نکاره شیر یک کنیم به نظرم بسیم یک کنیم آب دونی آبی وطنی کسته یعنی یک کنیم زیادتر بیرید آردی چی کسته یعنی آرد سفید کسته کمتر بیرید یعنی هم آرد ها یه دکتور اول این اول بیکن پود دبلیز شو کنیم بعد این گلبه یعنی هم گلبه بسیار اساس بلده که اگر دیگه اینی هم بیکن پود سب کنه خوش کنم خوشی بیار نکنم دوستان اینی هم بیکن پود را یعنی یک قاشقی اما تو استاندارد بین المللی بس اینه باز چیز کار میگیم؟ اینی کسی تش بلده زیر اون تو به هم ازده؟ حلق تو درام اینی هم شد از کیک آماده دیگه دوستایی خیلی کار آسانه خیلی کار آسانه اینا رو انزیر تو بلیدی کم موشه اون گرد منش بسیار اما تو نرمال دیگه همتا این کار داشت باید خونم شه این ما آردیم با خاطر ازی که ویدیو یک کمال روی تو راحتر ویدیو پوشنم بخش دوستا آموزشی هم اینجا آردیم بالای سفره انجام میدیم سفره هم کم شیر لوشت خیلی تو اینا شیر ما یک گرفون اینجا تخم مرغ و روغن و شکر و وانیل و نمیدونم از این کشفش شیر یک نیم گلاس
دیگه اینا رو کار کس آرد رو بکنیم خود را دیگه انجیل از گرد منی برسید مرحله آخره دیگه یک گرد شد بعد از مواد را باز ما نشان بدیم که همین شولی و سلکی از این مواد تا چه حد باشه بعد دیگه داخل قالب انداخته میشه و داشت میکنیم شیر طبیعیه دوستا شیر از جمله چیز که در ارزان هستم شیر هم ارزانه نه خیلی شیر طبیعی یکی لبنیات میشی شیر میریم شیر کیلویی چند میشه؟ کیلوی 17 من 18 من خیلی ارزانه یعنی وانیل اون گفتیم 150 من 150 من یعنی خیلی من البته اصلیه بسیار یک سر پشت کشه بودیم دیگه خیلی تون بگیم دیگه وانیل شکری اولاد اصلا بگیم نداشت نه او وانیل شکری سی پاکچی ها کسی از ناک باید استفاده کنه اصلا بدرد نمیکنم این افغانستان هم از این استفاده میکنیم از کارخانه کیکپزی آوردیم اصلا ماشم دیگه ابو بسیار کاربایی استفاده میکنیم شوا میریم شوا خوب به هم زده دوستا این یک رقم این دانه دانه در بین چی نباشه بسیار صاف و لشم دیگه همون توش یک مواد بسیار درجه این کاغذ برای ازی که کیک آخر کار در چیز نایسته دوستا این مواد به این شکل به این شکل این ما کم کم افتتاح کنیم دیگه خالی بده نه همین توقیف باید خوب بود نه زیاده نه مواد چی؟ این به نظر مواد زیاد شده پاشو کجا کی؟ پروانه نه قسم مواد شده خب بسم الله الرحمن الرحیم بگم داشت بلم که بار داشت از وقت روشن دادم آله گرمم داره نه البته روی داش هم کست یک دونه خود قالب داش است که حرارت مستقیم در روی کیک نمیخوره زیر داش هم کست یک آهنه یک شعله از زیر داره صبر کن صبر یک شعله از بال داره که حرارت مستقیم روی کیک نخوره و زود نسوزنه کیک را درش بسته کنی با مدتی حدودا 1.5 ساعت داخل داش میگذاریم دیگه دوستا در خانه کسی نرخم یک گلاره پیاز ایرانیه پیاز کشت کردیم پیاز ایرانیه کم کم آب بودی یاره یعنی اینی کسی مرچ کشت کردیم مرچ تلخ بشتی بلگای توسله رایش نگره مرچ تلخ کشت کردیم اینده یک از توسله کشت کردیم این گل آره توسله یعنی هم کسی پیازه خیلی بابریشته نشته اینیش هم کاکتوسه اینی هم درخت جنگل این درخت های جنگل است دیگه امروز قصد دارم یک چیز کشت کنم جوری همراه لوبیا در داخل سطل ماست کشت کنم معلوم ده بغلای از یا خوب قوت کنه تا نوروز دیگه یعنی طرفی و پینانش خانه خوب مکتو زیچ از سبزی و علف باشه گل یعنی درخت کسته سراسرایش زدوم بغلایش هم زدوم میخوایم میر خوب گرد جور کنم سرعت شدم ده که گازی خراب رو کش کنم بخی بوی میگه
این طرفش تو یک رقم پارش ده انتظار بده دوستا اینی هواکش هوت از مو خراب بود. اینی کلید زیر بدل کدوم یک دانه لوله دم جسه کدوم لوله که بیرون میره اونم پارش ده بود اونم عوض کدوم بدل کدوم دیگه این حال بسیار بصورت درست کارم نه. یعنی گاز سمی که از پیش زیفر بیرون میشه از اینجا. این گاز سمی از این که خیلی گویی میگه باز به اون خاطر اینی هواکش 100% ضروری بود. هر جور کدوم این حال از اینجا خاموش روشن میشه اینطوری. طرفشم باید زرد چونه نه اما پارش دنی منه خود زرد چونه باشی چرا؟ زرد نمشه؟ بل باش چند خیلی هم باشه اینطوری گل میشه. خواست دوستو و عزیزا کیک پخته شده. شما سعی کنید که کیک چرکمی هم ده دیگه بعد از تقریبا 35 دقیقه یا لیر از داشت میکشم بخششون نشان میدیم. دوستا این کیک است خیلی داغ و تازه و بسیار خوشبوی. این کیک سرخه. خب دوستا این میلیم که یخ شونه. بعد از یخ این برگردان منیم و اگر تزیینات کار داشت یک کمک تزیین منیم. بعد از او دیگه آماده نوش جان کردن مرسه. دیگه دوستا عزیزا هر کسی که مثلا مال و اموال از ایران انتقال دیدنی باشه یا مثلا خرید یا مثلا از اینجا بخوای که انتقال بدین دیگه ما بخش دوستا هستیم که کسانی که فرش و ظرف و وسایل خانه این چیزا که در کارش باشن ما در خدمت هستیم. از ایران هم از طریق پست بلش میتونیم رای کنیم. با پست هماهنگ هستیم دیگه. البته دیگه نفرام مبره پست خانه ولی بار زیاد را تحویلش نمیگیره. ما با پست هماهنگی دیم خلاصه یک پروتکل امضا کردیم با پست خانه. میتونیم از طریق پست هم بخشش رای کنیم بار را چی زیاد باشه چی کم و از طریق باربری هم میتونیم بخشش رای کنیم. قیمتای باربری و پست کس متفاوته. نمبر واتساپ در زیر ویدیو هست. کسانی که بار وسایل داشته باشه از ایران ما در خدمتش هستی. از ایران میتونی بلش هم خرید انجام بدی و هم انتقالش را انجام بدی دیگه. مستقیم در خانش در هر کشور در هر جای دنیا که باشه در دورترین نقاط جهان هم بلشی ارسال منیم در در خانش. در خدمت شما هستیم. دوستای عزیز کیک آماده شده. سرچ ده دیگه برگردانم و این را تزیینم میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب کاغذ زیرم برداشتی زیر شده. حالا این رو یک پاش کنم ولی یک کمک زره زیر یک کمک زره تیر شده بود نه ولی رویش قشنگم ده. اینه دوستا اینم کیک. شش ترک شد؟ آره 6 ترک شد یا 8 ترک شد 8. خب حالا برای تزیینش آره یک ذره اصل روی چرب منم که پسته بیچیز بدارید.
این خوب اسفنجیه. خیلی عالی هم نه دوستا. شما مگه خواستین انجی کیک درست کنین موادایش هم زیاد نیه، مقصد خوب ساده آسان راحت. میم کیک ساده در خانه که جور کردیم. خب دوستا و عزیزا این کیک را در خانه پخته کردیم. مادر ارمین پخته کرده، خیلی زحمت کشیده. این هم کیکی خانگی همراه پیسته و عسل تزیین کردیم. چای دوستا خالی دیگه. کیکای سفارشی هم پخته منیم از این پاس. چطور؟ اره انشالله. این هم کیک.